چیزایی که ما کلا توی مارکت کریپتوکارنسی در واقع باش خیلی سر کار داریم، اخبار، خبر و اتفاقاتی که توی مارکت میفته. چون که حالا بقیه من و خیلی های دیگه اصلا این مارکت داره با خبر حرکت میکنه، نه با انواع اقسام حالا تحلیلایی که میکنن، و خبر نقش خیلی پررنگی رو در واقع اینجا داره بازی میکنه. پس بنابراین ما به یک سری ابزار نیاز داریم. حالا هر انواع و اقسام این ابزارهای خبرخون خیلی زیاد هستن، ولی اون چیزی که من در واقع یه خورده برای ساده تر کردن کارم دارم استفاده میکنم، چیزی هستش که بتونه اخبار رو از مراجع متفاوتی جمع‌بندی بکنه، یه گزارش بده و در نهایت بتونه اون سنتیمنت خبریش رو هم برای من بفرسته. یعنی اون احساسات اون مارکت در واقع الان مثبت، منفی روی اون کوین یا ارز یا هر چیز دیگه ای. بنابراین توی این فلو ما میایم اسم یک کوینی رو میدیم به هوش مصنوعی و بعدش اون از منابع متفاوت این اخبار رو جمع میکنه و سنتیمنتش رو در نظر میگیره و توی یه دونه گزارش بهمون برمیگردونه. خب حالا بریم ببینیم که چجوری کار میکنه دیگه. خب حالا من مثلا بهش بیت کوین رو میدم و همینجور که میبینی کلمه رو استخراج میکنه، اخبار رو داره میگیره، یکی یکی میفرسته برای هوش مصنوعی که نهایتا جواب رو بهمون برگرد. خب میبینی که کل این خبر رو گرفته و خلاصه کرده و نتیجهش هم بهمون داره میده. حالا میتونید شما توی پرامپتی که توی این قسمت وجود داره اخبار رو ترجمه هم بکنید. حالا من الان اینجا بهش گفتم که لینک ها رو بده و نداده. حالا اب نداره، یکی دیگه هم تست بگیریم. خب حالا داره اخبار اتریوم رو جمع وری میکنه. خیلی جای بهبود داره، یعنی در واقع ما میتونیم قیمت ها، حالا خیلی از چیزهای دیگه هم بگیریم و بهش بدیم. بله، حالا اینجا داریم میبینیم که سنتیمنت مارکت رو هم یه جورایی حساب کتاب میکنه. خب نهایتا ما اگه بتونیم قیمت ها رو از کوین مارکت کپ یا حالا جای دیگه هم بگیریم بهش بدیم، این فلو رو خیلی به مرور تکمیل تر میکنیم. بریم ببینیم مارکت دوج کوین چه خبره. خب حالا شروع کرد یکی یکی. این کاری که کلا داره انجام میده اینه که یه کوئری میزنه داخل حالا و جواب اونها رو برمیداره و بهمون میده توی این قسمت اخبار. خب اینجا مثل اینکه یه مشکلی برخورد و فعلا اینو یه مشکلی اینجا با این کوئری در واقع توی این قسمت داره. بذاریم یه چیز دیگر رو تست بکنیم با هم. مثلا XRP. حالا رو دوج کوین مثل اینکه یه مشکلی داره، باید نگاه بکنم ببینم که دقیقاً داستان چیه. تو قسمت در واقع فیلتر کردن کوئری یا مشکل داره. خب اینم برای ما یه خلاصه ازشون نوشت و
لینکاش هم که هست، اگه بخواین چک بکنید دیگه، منابعش هم دیگه در اختیارمون هست. اگرم که نیاز داشتین به این فلو، خب توی گروه بگین که براتون ارسال بشه.